یه مدتی بود که در فضای مجازی به خصوص در اینستاگرام و یوتیوب شما اکانت هایی رو میدیدین یا صفحاتی که خب فیلم ها و تصاویری منتشر میکردن از یک رویدادی به نام بلایند دیت یا ملاقات کور یا ملاقات ناشناس که یک ملاقات عاشقانه است که دو طرفی که قریبن و تا به الان همدیگر رو ندیدن براشون ترتیب داده میشه و بعد اونجا تصمیم میگیرن بر اساس خصوصیاتی که دارن از همدیگه میگن وارد یه رابطه دوستانه بشن یا نه. حالا بعضی از اون صفحات هم میگفتن که برای اینکه یه شکل شاید موجهی بخوان به این موضوع بدن میگفتن نه اینا میخوان وارد مسیر ازدواج بشن. تا یه جایی یه کمی هنوز کمرنگ بود. در 2-3 ماه اخیر خیلی پررنگ شد از لحاظ اینکه حرف‌های خیلی عجیب و بدی بین دختر خانم‌ها و آقا پسرایی که اونجا دعوت شده بودن رد و بدل میشد که گاهی اوقات وقتی خودمونم که نگاه میکردیم اصلا بدون اینکه بخوایم حتی قضاوتی داشته باشیم یا بگیم خوبه یا بده، گاهی اوقات میماندیم که خب آخه چرا یه دختر خانم چطوری الان قبول کرد که اون آقا بهش این حرفا رو بزنه، یا برعکسش اون آقا چطوری تحمل کرد که این خانم بهش این حرفا رو بزنه. یعنی دیگه به نوعی از شکل و قاعدش خارج شده بود که خیلی از خانواده ها اعتراض کرده بودند و ناراحت بودند که واقعا دختر خانم‌ها و آقا پسرها از این مسیر بخوان حالا باب آشنایی باز بکنن و بخوان اصلا وارد مقوله حتی ازدواج و خواستگاری و اینها بشن و اون حریم شخصی که اونجا شکسته میشد و در حقیقت حالا اون شاید اون حیای دخترانه‌ای که باید باشه یا حتی برای آقا پسرها هم به هر حال یک مأخوذ به حیایی باید اتفاق بیفته، شاید اینجا شکسته میشد و این برای همه ناراحت کننده بود. رئیس پلیس امنیت عمومی فراجا دیروز خبر داد که با 15 نفر از برگزار کنندگان اصلی بلایند دیت در پی نارضایتی خانواده ها و بررسی اطلاعاتی انجام شده برخورد شد. در عملیات‌های اخیر 15 نفر از تهیه کنندگان، سازندگان و برگزار کنندگان اصلی این برنامه در سراسر کشور شناسایی شدند. در 3 روز با هماهنگی مراجع قضایی احضار و یا جلب شدند و به اونها تذکر داده شده.